منتظر کسی هستین؟ نه بشین. آقای کمکی میشه به ما بکنه؟ نه هیچ گونه بکنه کمک. آجی ما کمک مالی نمیخوایم. میشه من یه دوستت دارم خالی بگی؟ دوست دارم. دوست هم داری؟ شوخی میکنی جدی میگی؟ چی بگم؟ چیزی خودت گفتی بگو. ولی دیگه برو واسه همیشه که قیدت زدم. چرا؟ چون من هم این تو بدم. دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم. خب منم دیگه عین تو بدم. سلام. آقا من چند وقتی مشکل روحی دارم. میشه من بگین دوستت دارم. آقا بیایش. بغلم کن همین جوری که هستم. بغلم کن که شکستم. اگه این آدم ها میذاشن تا خود ماه میرفتن. ای جون مگه این آدم ها میذاشتن تا خود ماه میرفتن. آقا خسته نباشی. یه پوفیلت میدیم. میدونی من کیم؟ من همون که شاد بود یه وقتی. من همون که خوش بود یه وقتی سر حال سنگی صف بود میفهمی. خداحافظ. سلام. آقا باشه میشه به من بگی دوستت دارم تا حالیش که به من نگفت. همین الانم کات کردم اعصابم خورد. علاج روی نیاز دارم. میشه نه علاج روی میشه بهم نیاز دارم. یه دوستت دارم خالی. یه دوستت دارم. یه دوستت دارم خالی. جای برمیش دوست دارم. دروغ میگفتی دوستم داری، منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم. دروغ میگفتی دوستم داشتی، منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم. چرا ساکتی؟ چرا تو هم مثل من نمیری با یکی؟ یه چیزی بگو، چرا حرف نمیزنی؟ چرا فاصله میگیری به من دست نمیزنی؟ آقا سلام خسته نباشی. خوبی؟ مخلص نشدم. آجی من بشینم کنارتون. بلش. آجی نگاه ما یه تریفی داشتیم. اون ما گفتی که ها با من کات کنی دیگه هیچ کی بجز من نمیگه دوستت دارم. یه دوستت دارم من میگی؟ دوست دارم. جدی میگی داری شوخی میگی؟ خونه همیخون معنی حرف چیزی. آقا دوستم داری یا نداری؟ وقتی قریبی و جلو موافق چی بگم؟ من بگو دوستت دارم. جهونی مثل خونه من خود چه دوست داشت؟ دوستم داری؟ آره. توی دروی یا آدم پست یکی که با همه هست. توی درویی یه آدم پست شدی یه کسی که با همه هست.